سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحت و سلامت باشیم. ما یک چکر آمدیم به طرف سنگاپور. حتما نام سنگاپور شنیدین و میفهمید که سنگاپور یکی از پاکترین کشورهای دنیا به شمار میره. این از لحاظ نظافت خیلی پاک است، واقعا پاک است. شما رو میبینید زیاد پاک و سالم. بسیار قواعد و قوانین سفت و سختی را به اینجا سر مردم گذاشته. هر کسی که میخواه بیاین پیش از اینکه تیکت بوک میکنن یا ویزا میگیرن برشان بعض قوانین و قواعد میگه که شما حتی نمیتونین که روی پیاده رو و آبدانتان دیر میکنین، یعنی توف کنین. سیگرت زدن نمیتونین در محله ها، مثال اینجایی که ما روان هستیم اجازه سیگرت زدن نیست. ساجق جویدن خب بیخی جرم است دیگه. با وجود از که پول نقدی جریمه میکنن و فکر میکنم چند روز زندان هم هست. یک شهر بسیار زیاد پاک، دیدنی، مقبول. شاید این هتل حتما دیدین، این تصویرش بسیار مقبول و پاک است. خب خوشبختانه اتاق ما هم در اینجا است و اینجا ما شما چرخ فلک میگیم. توسط از این اگر اینجا بالا برین شما میبینید که تمام شهر چقدر زیباست و شما میبینید که چقدر شهر پاک است. نظافت بسیار مراعات میشه، مردم بسیار با فرهنگ، مردم خوب پاک دارن. و این حتما شنیدین که سنگاپور یکی از کشورهایی است که زیافترین و بلندترین آسمان خراشای دنیا داره. از ما یکی است، یعنی در دنیا میگن که زیافترین آسمان خراشای دنیا را نیویورک داره، آمریکا. خب اینجا هم یکی از اونها است. اینجا تمیزتر و پاکتر نسبت به نیویورک است. خیلی هم پاک است، واقعا پاک است. ببینید شما پیاده رو اگه ببینید خیلی منظم، تا یک چیز خرد هم پیدا نمیشه اینجا. خیلی جای مقبول است، جای دیدنی است. تا وایسا هر وقتی که شوق چی میگن سیاحتی به ذهنتان زد حتما بیاین لذت. خوب یک ذره اینجا سرد است، گرم است، بسیار گرم، یعنی واقعا گرم است. این فعلا تقریبا 12:30 شب است اما خیلی هوا گرم است. ببینین دوستان بسیار جای مقبول، جای دیدنی، جای زیبا. اگرچه من خودم در آمریکا زندگی میکنم و واقعا اینجا یک قسم نادیده آوری شدم به خاطر که این مقبولی و پاکی و زیبایی را که میبینم. بالخصوص نظافت اینجا واقعا شگفت آور است. وقتی میبینین همه چیز پاک و منظم واقعا حیرت آور است. انشالله تا روزی شود که خب اگرچه توقعات میشه باشه خوب است، امیدوار باشیم در کل میشه یک روزی کشور ما هم همچون کشور سنگاپور پاک و منظم و مقبول و جای توریستی شود که میزبانی از دنیا بود. ببینین دوستان و ویدیوهای جالب دیگه هم خود ساختیم چون فعلا شب است. ببینیم چه خواهد شد. خب دوستا با دو دان از رفیقای بسیار خوب روزگارم آمدیم به سنگاپور. نجیب جان چطور است شهر؟ خوشت آمد یا نه؟ اولتر از همه احترامات تقدیم همه وطنداران دوستایی که ما شما رو میبینن دیگه. واقعا لذت بخش است. یک شهری است که دیدنی است. گفته مردمان مدرتری شهری است که مردم به دیدنش آب هوایش بسیار خوب است. این وقت که ما شما اومدیم و دیگه بسیار یک شهر پاک است.
هیچ چیز آدم میبینه از چی داری و اگر مقایسه پاکیش با امریکا کنی چند نمره میتی اینجا و امریکا را بالخصوص نیویورک که ما شما یک چکر رفته بودیم؟ نظر به امریکا که زیادی شهرهایش ما شما گشتیم 100% شاید 50 هم اگه بگوییم اینجا پاکتر است. به خاطر در امریکا هر جاش که میگردیم مملس است، هر چتلی و هر چیز داره. امروز ما تو اینجا چقدر گشتیم هیچ چیزی ندیده. پاک، شهرش پاک است، مردمایش پاک است، نه مملسی است نه دیگه است. هوایش چطور؟ هوایش یک طرف ما شما گرم است خو اما لذت بخش است. خیلی گرم است نه؟ هوایش گرم است، لذت بخش است، اما مردمش هم تا فیصدی که فعلا یک 40% 50% شدیدیم رویشان نظر به چیز خود که بگویم خوب است. روی مردم بد نیست. مردم آسیایی عموما رویشان خوبتر است، میمان نواز هستن نه؟ نواز هستن نظر به از قواعد و قوانین سفت سختی که دارد چطور راضی هست یا نه؟ نه قواعدش دیگه چیز نگو. قواعد چی از قواعدش؟ در توف کردن هم که گیرت کنه خودت میفهمی که چی جزا. هر بغل کامرا است، سکیوریتی است، چکاپ است دیگه. به اون خاطر شهر خود خوبتر نگاه کردن، شهر خود پاک نگاه کردن. قانون است، هر کس باید تابع قانون باشه. میگه اصلا ساجق جویدن جرم است ولی قدر آگاهی نداریم دیگه. به خاطر که نظر به قواعدش که خواندیم نه پیش از اینکه بیایم گفته بود نه که نباید چیزای اصول کمی زودتر چیشه بگویم، ولی زیاد قوانین زیاد سخت داره سر مردم. خود اون قوانینی است که اشاره خود خوب نگاه کردن، پاک نگاه کردن. شاید همون باعث شده که اینجا پاک است، منظم است. نوبه رسایی که در هتل زندگی میکنیم. والا خوشبختانه بسیار یک هتل مقبول، زیبا، خیلی یک زیبا است. قیمتیش که ما و شما میفتیم سان فرانسیسکو یا نیویورک قیمت است، اینجا بیش قیمت تر است نه؟ 100% از جا کده قیمت است. دیگه یک شب تیر کردن اما خوب است، ارزش داره نه؟ ما لذت میبریم از زندگی. ارزش داره نداره؟ کسایی که گور میکنن، کار میکنن، گور میکنن و گور کنن. ما و شما لذت میبریم پناه و خدا. این رفیق دیگه ما فواد جان، هم رفیق ماست، با هم آمدیم 3 دانه رفیقایی که همیشه با هم میباشیم. خب فواد جان خودت چطور هستی؟ تو یک ذره زودتر مانده و زودتر گشنه میشی. خوب هستم تشکر. مایل جان ویدیو میگیری؟ چطور است؟ خوشت آمد؟ آب و هوایش چطور است؟ گرمتر است دیگه. خیلی یک منظره زیبا و دیدنی داره. از دوستا تقاضا میکنم که بیایم به دیدنش. مصرف چطور؟ مصرف زیاد است کم؟ دیگه کم شهر قیمتی است، اما شهرش از سان فرانسیسکو کده بیشتر است، خوبتر است. بسیار دیدنی، بسیار یک جای خوب است دیگه. واقعا که لذت بردیم. جای بسیار خوب است. جای خوب است. خب پیش ما و شما 2-3 روز پیش چین بودیم. چین چه قسم مقایسه میکنی با اینجا؟ والا به نظر من اینجا بیشتر خوبتر است از چین کده. این بلدنگا را نمیدید؟ اینی بلدنگا سان فرانسیسکو واری است. اگرچه که به شهر سان فرانسیسکو نمیرسه خب بازم از چی لحاظ نمیرسه سان فرانسیسکو؟ یعنی چی؟ پاکی اینجا خوب است، اینجا پاک است، اما سان فرانسیسکو دیگه شهر قدیمی است. ولی آدم مقایسه کردنش بسیار مشکل است. اردیش خوب است. اردیش خوب است. در نظافت کدامش نمره میدی؟ اینجا را اونجا؟ اینجا را؟ در میمان نوازیش چطور؟ در کمک کردن به یک دیگه ای چطور؟ اینجا بهتر است یا اونجا؟ صادقانه دیگه. میمان نوازیش، در احترامش، در کلچرش، در فرهنگش بهترین کشور که اینجا است. از لحاظ امنیتی چی فکر میکنی؟ امنیتی خود در گوگل هم که سرچ کردی 92% میگه نه؟ 92% جمعیت است که بسیار کمتر دیگه جمعیت نباشه. جمعیتش بیشتر است، خوبتر است. یکی هوملس اینجا نیست، سرکایش هوملس نیست، ترش نیست، ترشایی که مردم سوسو می‌نازن. خب بسیار تشکر دوستا. شما هم لذت ببرین از این مناظر خیلی زیبا و دیدنی.